بس سوالا گفته میشه هیچ کس شور نخوری خیر ببینه، به خاطر که کلگی گیله داره میگه سوالا را باز چی نمیکنه. آیا شخص عادل از شخص دیگر در عالم برزخ یا قیامت شفاعت کرده میتواند یا خیر؟ جناب محترم موضوع شفاعت تیر کردم، در عالم برزخ نمی باشه، در قیامت می باشه. شخص عادل الله کسی را که اذن میکنه، اذن برای پیغمبر میشه، برای عالم میشه، برای شهید میشه، برای طفل ناتمام که سقط شده و میشه. آیا شخصی که گناه کبیره در مقابل انجام داده باشد بعد از مرگ آن دعای برایش جایز است؟ بله ها، بالکل. مسلمان با گناه کبیره کافر نمیشه، هم نماز سرش خوانده میتونی، هم دعا برش میتونی. نسبت کار عاجل موتر کرولای جگری پلیت 79 622 رای موترها را بند کرده. خیر ببینی. آیا برای خریداری زمین مدرسه دادن پول زکات درست است یا خیر؟ اگر یک کسی ای را به ذمه خود بگیره که من میخورم، باز پولی خود در او پرته، باز خودش نتونه او را خریده، بالکل با زکات هم گرفته میتونه. خب با تاسف که ما تا حالی را همونطور زمین مشخص هم نکردیم، نقشم نکردیم. هر وقت که مشخص شد بعد از او انشاءالله پولی که ما داریم خودی ما کوشش کنیم نتونیم، بعد از او پول گرفته میتونیم. دوم، مالی که مشترک در بین چند برادر خرد و بزرگ و در تحت تصرف بزرگ باشد زکات واجب است یا خیر؟ بله. اول مال تقسیم میشه در بین برادرها، اگر هر کدامش به نصاب میرسه سری هر کدامش زکات است. اگر نه که به هر کدام تقسیم شود مال مشترک باشه زکات نمیشه، باز به هر کدام که تقسیم کنی در نصاب نمیرسه باز زکات سرش نیست. لشکریان اسلام در زمان کدام خلیفه به خراسان دیروز افغانستان امروز رسیدن؟ عثمان رضی الله عنه. عبدالرحمن ابن ملجم در حدیث ابو داود میگه که در کابل آمده بود. اولین بار اسلام توسط کدام شخص؟ اون عبدالرحمن ابن ملجم در حدیث بخاری آمده. چی گفتم؟ چی؟ عبدالرحمن ابن سموره. عبدالرحمن ابن سموره رضی الله عنه. اگر آدم علیه السلام از درختی که در بهشت منع شده بود نمیخورد از جنت رانده میشد؟ این سوالی است که تو نعوذ بالله در کار الله متعال چی میکنیم؟ چی میکن که میشد یا نمیشد؟ علمش پیش الله است. آیا حدیثی که درباره جهاد با نفس از جهاد مسلحانه بهتر است حدیث موضوعی است؟ آیا توسل جستن از زنده درست است یا خیر؟ از زنده طلب دعا درست است، از جمله توسل مشروع است. پیغمبر علیه السلام عمر رضی به عمره میرفت، از پیشش گفت که دعا طلب کرد و خودش که وفات میکرد توصیه میکرد که اینطور شخص میه ویسی قرنی را که میگه از اون بری خود دعا طلب کنی. کسی که از کسی دیگر بخواهد که برایش از الله متعال چیزی بخواهد یا برایش دعای خیر کند، بگوید از دعای خیرت مرا فراموش نکن. کسی که میگوید من خاک پرست هستم، دلیل این را میگویند حب الوطن من الایمان، شرک بزرگ است. کسی که برای وطن جنگ میکنه من مات علی عصبیت او در جهنم است. برای وطن نیست، برای اسلام است. وطن چه حیثیت داره؟ اسلام حیثیت داره و این را حدیث هم میگه، نیست حدیث. کل سرزمین اسلام است. من در خانه فامیلم را به توحید دعوت دادم ولی آنها نپذیرید. آیا مسئولیت از عهده ما خلاص است؟ بله. بار موقع دعوت که برات میسر میشه مثل یوسف علیه السلام باید دعوت بدی، ترک نکنی. میگه در حق مجاهدین واقعی دعای خیر کنی ان شاء الله. دکتر زاکر نایک که عالم سلفی است برای دعوت هندوها، یهودیها و عیسویها از کتب خودشان استفاده میکند و ثبوت میکند که در کتاب هندوها آمده است که الله متعال شریک است، رسول الله صلی الله علیه و آمده است. آیا این دلیل شده میتواند که آنها دلیل الزامی است، نه دلیلی که در واقعیت داره، حقیقت داره. این دلیل الزامی میگه که خود همون گپ اعتراف میکنن، سری گپ خودشان تو را ملزم بسازی. این معنای از این نداره که او کتاب آسمانی است. آیا میتوانیم که لقب سید را از نام برادرم چون هر جایی که نام سید برده شود فکر میکنن که جادوگر است؟ بله، سید نمان کلمه سید قطعی خود ای ساخته و پرداخته بعدی است. اول رسول الله صلی الله علیه و آله اولادایش تو نیست که نامش اول سید باشه، حسین، حسن، اونجا لا سید است نه چیز است.
و بعضی ها با لقب سید غرور میکنن. بالکل در صورتی که غرور پیدا میشه خب بیخی از بین بردنش ضروری است. خیرات و زکات برای سید درست است؟ نه. زکات و صدقات اگر واقعا از نسب پیغمبر علیه السلام باشه برش درست نیست. در آیه و اقیموا الصلاة و زکات چرا تنها زکات بعد از نماز ذکر شده، در حالی که چقدر خوب این نکات اگر کلش بیان کنیم انشالله از یک آیت هم در هفته برآورده نمیتونیم. اینجا فقط اکتفا به دو عبادت بدنی شده که خیلی اهم است، یکی نماز و یکی مالی، عبادت مالی شده که زکات است. یا اصل است که رابطه دو قسم است، یکی با خالق است که توسط نماز قائم شده، یکی با مخلوق است که توسط زکات است. علت ماهواری در زنها آیا در ریسهشان ظلم نشده؟ الله اکبر. جناب محترم، ما تیر کردیم آیتان سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت از او درس نگرفتی که رازی که الله داره تو هیچ نمیفهمی. همین طفلی که تو در شکم مادر 9 ماه تغذیه میشه، این غذایش از کجاست؟ این نمی مریضی ماهواری است، تو نمیفهمی. شما روزی گذشته گفتید که مؤمن فیض رسان نیست، در حالی که الله میفرماید کونوا مع الصادقین. حالی کونوا مع الصادقین خود چی است؟ این فیض رسانی را نمیگه. تو همراه صادقین همراهی کو، به خاطر که صادقین خوب کار میکنه تو هم در پالوش خوب کار میکنی. فیض رسانی خویی را میگه که یک چیز بدون اسباب ظاهری برای تو ترزیق بکنه که پیرا میگه ما نور تیر میکنیم. طرز درست ختمای اجتماعی که ثواب مرتب شود چی است؟ ختمای اجتماعی نامده در دین ما. ختمای اجتماعی قطعا نیست. هر کس به خود، حتی اولادای یک خانه، هر اولادش به خود ختمه میگیره، همینطور تلاوت کرده بروه. اگر کسی مرتکب شد چی نوع گناه است؟ بدعت مرتکب شده و مردم از این یک برداشت غلط میکنه که ما دیگه هیچ قرآن تلاوت نمیکنیم، یک روز مردم جمع میکنم و نمو برم کافی است، کلی گناه بخشیده میشه. یک کتاب است به نام فال حافظ و در آن نوشته است که یک صلوات بر محمد صلی الله علیه و بگو و در دل چه نیت کو و انگشت خود از سر یک شماره بگی. این کلش این هر نوعی فالا از جمله چی است؟ شعبزه است. از او خاطر فال گرفتن این قطعا نارواست. درود گفتن برای پیغمبر اسلام همونطور بگو، نه به خاطر از اینکه نیت میکنی کدام جا میگیری. پیغمبر علیه السلام به یک صحابه گفت که گواهی تو اندازه 2 نفر از خود دین روز تیر کرده بودم، جواب داده بودم. ختم در شب جمعه 40 سال پورگی بدعت است. این چند گفتیم. ختم سوره یاسین 40 دفعه هم کلش بدعت است. چند دفعه گفتی تکراری سوال نکنی. سوراخ کردن بینی در اسلام جایز است؟ بله. زمان رسول الله شده، پیغمبر منع نکرده. خو البته به سوراخش آب رسانده شود در وقت غسل و وضو. آیا میتونیم یک روز درباره ازدواج اسلامی و خواستگاری صحبت نمایه؟ انشالله می اگر سوره بقره دو سرحد رسید این مسائل هم می آید. صحابه رسول الله، یک صحابه پیش رسول الله آمد و گفت ای رسول الله من یک بزغاله امیر الدین روز گفتم. جارو کردن در شام گناه داره یا نداره؟ نداره. صفایی هر وقت بکن، نه شام میخواه نه چی شو نه روز. فرق بین نماز مرد و زن است یعنی نه؟ در حدیث صحیح فرق پیدا نشده. رسول الله خطاب به کلگی گفت صلوا کما رأیتمونی اصلی. اثر بسیار آثار آمده، یک چند تا در مصنف عبدالرزاق ابن ابی شیبه کلش ضعیف است. اگر یک خانه نماز بخواند، روزه بگیرد، تمام کارهای نیک را بکند اما به شوهر احترام نکند، آیا وارد بهر می شود؟ در مشیت الله تعلق داره. اما رسول الله به یک زنی که آمد حالات احترام و کار شوهر خود بیان کرد، پیغمبر برش گفت که اینمی دوزخ و جهنم است دل دیگه. از او خاطر اینطور زن بالکل احترام شوهر خود بکند، ترک کند. بیمی از این میره که تو در جنت داخل نشوی. میگه اگر برایتان زحمت شود سوره بقره 11 صفحه یا چند را ترجمه کنید تشکر. امروز ترجمه کنید که اولش ترجمه کنید. من نفهمیدم که 11 صفحه گفته یا صفحه 11 گفته، مقصدش چی است؟ بعضی از مردم در 27 رمضان نکاح میکنه، هیچ کدام سنت نیست.
نکاح سنت بعد از رمضان است، در شوال. کسی که در رمضان نکاح میکنه به خاطر از اینکه بعد از در بین رمضان و عید در بین دو عید نکاح نمیشه، بدعت میکنه، گناهگار میشه. اصل طریق سنت نکاح در شوال است. ما خودم در جمعه آخری ماه شوال نکاح خود بسته کردیم و این سنت طریق است. تلاوت را بیان کنید چگونه باید انجام شود. تلاوت خیلی وضو بکو، طرف قبله بشی، به احترام، به عزت شروع بکو. متوکل میگه چی معنا دارد؟ اعتماد کننده بالای الله متعال. کسی قرآن کریم را به سرعت بخواند گناه دارد، اگر رعایت مخارج نکنه، تدبر دیش نبکنه، باز خوب نیسته، چرا که فضیلتش از بین میره. میگه الله شما را اجر بده، آمین. امرای شما اگر ما در سحری نمیتوانیم بخوریم، آیا روزه ما میشود؟ بله روزه میشود، لیکن محروم از ثواب میشه، چرا که الله دی بسیار برکت انداخته. و فصل در بین ما و یهود، پیغمبر علیه السلام میگه اکل السحرة، خوردن پس شویسته. میخواهم که وهابیت را برایم به طور واضح بشناسید. وهابیت یک نام است، یک اسطوره، خیر و خلاص، نه حقیقت داره نه چیزی است. نه کس به نام مذهب وهابیت داره. محمد ابن عبدالوهاب نظریاتش به نام وهابی به پیش مردم معرفی میکنه. او یک شخص عالم بود، مبارزه با شرک و خرافات کرده و اگر او را وهابیت میگه این گپ غلط است. امروز هیچ کس به پیروی از او کسی نیسته. بله امون نظریات که چون به آیات حدیث ثابت است، او را هر کس در وقت بیان میکنه. این استعمار از این کلمه استفاده میکنه، مردم مشوش میسازه، خصوصا در جایی که درس قرآن و حدیث باشه، توسط وهابی نام ماندن اونو را مانع از او درسا و بهرهمندی محروم میسازه. میگه بیداری اسلامی اومد در چی میباشد؟ حالان که همه به قرآن دسترسی دارند، ولی چگونه میتوانید خود را از دسیسه های یهود با خبر سازید و این گونه دوره های تفسیر فایده وار است؟ اگر است پس چرا شما اختصاص به ماه رمضان کردید؟ جناب محترم سائل، اول تو خبر نداری؟ انشاءالله ما یکی از جمله ای را تحدیث به نعمت میکنم که الله برام نصیب کرده، الله مرا محروم نسازه. انشاءالله در کل عمرم از صبح که شروع میکنم درس تفسیر دارم تا خفتن انشاءالله. خود تو خبر نداری. رمضان مبارک به اجتماع عمومی خاص کردیم که ماه قرآن کریم است و اگر تو بگویی که دوره تفسیر بیداری را نمیاره، ما ایران ماندیم که کی بیداری را میاره. تو خود آمده تجربه نکردی که تو بیدار شدی یا نشدی؟ بله بیدار کننده قرآن است، اما به شرطی که عمل شود، محض نظریه نباشه، فکر که در هتل باقی بمونه، در خانه موجود نشود. نماز تراویح نشسته خوانده شود گناست؟ نه، لیکن از فضیلت زیاد محروم میشی. هرگاه یک خانم همراه یک مرد عروسی میکند که از خانمش چند سال بزرگتر است، با او احساس پدر میکند، در این حال طلاق رواست؟ نه. چرا؟ اصل گپ در سر است که اگر یک امری که یک حقوقی که در بین زن و شوهر وجود داره نمیتونه رعایت بکنه، بعد از او طلب طلاق میتونه و طلاق داده میتونه. در غیر از او سن بزرگ نیست. رسول الله با 9 سالگی با عایشه رضی الله عنها ازدواج کرده. خودی پیغمبر علیه السلام 25 سال است و زنش خدیجه رضی الله عنها 40 سال است. این تفاوت ها همیشه موجود است، مصلحت ها در نظر گرفته میشه. اگر یک برادرزاده از عمه شیر خورده باشه، برای دختر عمه محرم است؟ از عمه بالکل، به خاطر که او خود برادر شد، او همشیره شد. اگر یک پسر قصد عروسی با دختر دارد اما دختر 1-2 سال از پسر بزرگتر است، نکاح آنها رواست؟ نه، 20 سال بزرگتر باشه رواست. هر کدامش باشه. درباره نظری که مردمای نافهم نظر کشمش نخود میدهند، لطفاً روشنی دید استاد. الله اجر ثواب آخرت نصیبتان کنه. کشمش نخود؟ نظر کشمش نخود به نام کیست؟ اگر غیر الله باشه این نظری کل شرک است، نارواست. اگر به نام الله باشه، به نام الله هم کشمش نخود نظر شده میتونه، هم بگی بوز، هم گوسفند، هم خرما، هم پلو، هم قورمه، کلش نظر میشه. بوسیدن قرآن از نظر شاید چه حکم دارد؟ اگرچه از ذکرمه
رضی الله عنه صحابی نقل شده، اما چون که از پیغمبر علیه السلام و دیگه صحابه نقل نشده، بهتر است که بوسیده نشود، در بدعت داخل نشویم. خودی بوسیدنش نه سنت است نه مستحب، از او خاطر ثواب خود سرش مرتب نمیشه، خوتن از گناه بد شویم. دست پیر چی را میگویند؟ ما دست پیر چی را میگویند؟ ما از ما کسی پرسید که پیر ذکر الله را میکند؟ ما خب پیر دو معنا داره، یکی پیر که سالش بلند رفته باشه، یکی ما این پیره میگیم که او خیلی عاجز است، تو از دستش بگی کمک قطش بکن. یکی پیرای است که خود نمایندی دین معرفی کرده، یک خانقاه منقاه به خود جور کرده، او میگه دعوا میکنه که من علم لدنی دارم و اینطور دارم، اینو را پیر میگه. دیگه ذکر الله را که میکنه کدام رقم ذکر الله را میکنه؟ لا موجود الهی را یا لا مقصود الهی را؟ پرسان شود که ذکر رسول الله را میکنه یا ذکر خود ساخته خدا؟ وقتی که یک نفر وفات میکنه به نام وی خیرات میکنه، چی حکم داره؟ به نام از او خیرات نمیشه، به نام الله خیرات میشه. خب برای مستحقینش روز خاص نکنی، طعام خاص نکنی او در جای خوب مصرف کنی. یک نفر حج رفته باشد، دوباره گناه گذشته خود را انجام بدهد، حجشان میشود؟ بله، حج جدا موضوع است. البته او اثری که حج داشت که گناه را محو میکرد، چون گناه دیگه کرد، اما اثر حج خود از بین برد. در ترک رفع الیدین احناف استدلال بر حرمت منازعه نمی کند، بلکه استدلال به حدیث ابو داود میکند که 70 نفر صحابه رفع الیدین میکند، پس باقی صحابه چی میکرد؟ شما از این حدیث چی جواب بدید؟ اینجا خودت گفتی که 70 صحابه میکرد، خیر دیگه استدلال از حدیث ابو داود میکنه که 70 نفر صحابه رفع الیدین میکند، نگفته نمیکنه، که 70 صحابه میکنه. خب باز باید کلگی بکنه دیگه، خودت جوابی تا گفتی، ضرورت به ما چیست؟ در جایی که حدیث میگه، او فقط یک حدیث عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه است که میگه پیغمبر علیه السلام دیدم که او در اول بالا کرد باز اعاده نکرد. او ده جواب محدثین برش داده که او چند احتمال داره. باز قاعده است اینجا سکوت است، نفی نیست که نمیکرد در کل عمر. او فقط پیغمبر دیده که نکرده یک مرتبه، دیگه جا ثبوت است. امام بخاری رحمه الله بسته کتاب سرش نوشته کرده، دعوا داره که از هیچ صحابی طور ثابت کسی نمیتونه که نکرده باشه. امی ابن مسعود رضی الله عنه از پیش رفع الیدین ثابت است. اگر شخص دستی به خودکشی بزند فوت نکرده، اما اشتباه از پیش از پیش دکترها فوت کند، یعنی دکترها اشتباه کدام را اگر شاقت خودکشی حساب می شود، بله خود آدم گناهگار است. اگر دکترها کوتاهی و قصور کرده باشه وام ده گناه شامل میشه. یا آدم چون دست به خودکشی زده بود از او خاطر اراده داشت. در حدیث میگه پیغمبر علیه السلام میگه که قاتل و مقتول هر دو در جهنم است. صحابه که پر سوال کردن که قاتل است، مقتول چرا؟ گفت اراده قتل از او را داشت. آیا نماز نفل در جماعت خوانده می شود مثل صلات تسبیح؟ نه، دعوت دادن به نفلا صحیح نیست. اما یک نفر استاد است، تو آمدی فرد در پشت سرش اقتدا کردی، بازو پروا نداره، چرا که رسول الله اوتر کرده. نماز پشت مرد جواز دارد؟ بالکل داره. یک غلام بود برای عایشه رضی الله عنها امامت میکرد برای زنا. الف ممدوده الف مقصوره چیست؟ الفی که بعد از خودش زایده باشه، همزه داشته باشه، مثل حمراء وارث، این را الف ممدوده میگه. اگر سر یا الف باشه او را مقصوره میگه. اگر کسی روزه گرسنه گرفت روزه میشود بالکل، خب لیکن از فضیلت کم میشه. فضیلتش در 5 وقت نماز چی وقت نفل خوانده میشود؟ نفل دو قسم است، یکی سببی است یکی نفل مطلق. نفل مطلق در 5 وقت نمیشه. برآمدن آفتاب، استوای آفتاب، غروب آفتاب، از صبح طلوع فجر صادق تا طلوع آفتاب و از خواندن نماز دیگر تا غروب آفتاب، این 5 وقت نفل مطلق نمیشه. یکی نفل سببی است، یک کسی وضو میکنه بعد از 2 رکعت تحیت الوضو میخونه، یک کسی نماز حاجت، یک حاجت برش پیدا میشه امیال نماز حاجت میخونه، یک کسی گناه کرد امیال توبه میکنه 2 رکعت نماز توبه میخونه، یک کسی در مسجد آمد تحیت المسجد میخونه. این را در هر وقت کرده میتونه، منع نیست. وقتی گپ میزدی یا ترجمه میکردی آهسته بگویی که ما نوشته گرفته نمیتونیم. خب است، خب اگر شوه
برای خواهران بگویید که بسیار گپ میزنه و ما نمیفهمیم. الله شما را اجر دنیا و آخرت بده. کسانی که دعوت شما را میپذیرد آن را هم اجر بدهد، اما کسانی که به خواب کردن میاد الله آنها را راهنمایی کنه. آمین. خوب از خوب دعا کرده بودن. أيا دارها حييت دارا ومن